عطار که در دوره رابعه ادویه بصری خدا رحمتشون کنه گفتگی هستند. این کسا را شعارشون همین بود: العشق مریضون لا دواء الا بنظر المعشوقة. عشق کسل است بود. من کسلم میگفت رابعه، من کسل دارم، من عاشقم، من معشوقم امو خدا است، سبحان الله. من روی امو را طلب دارم میگفت. برای همین رابعه ادویه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در بین زنهای مسلمان در تاریخ از اولیاء الله ها از این پیش قدمتر کس نبود. ولی در سوره حضرت یاسین یک آیت است: سلام قولا من رب الرحیم، یعنی که خدای بخشاینده مهربان با بنده هاش سلام میکنه. میبینی شما رابعه چی میگه در تفسیری که حسن بصری رحمت الله علیه استاد درس گفته ایستاده است؟ همینجا حسن بصری یک رباعی گفت، درس تفسیر قرآن است و بالای همین آیه کریمه حسن بصری رحمت الله علیه میگوید که هر جا که مرا وصل تو بر کف آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. گر بی تو مرا برم به صحرای بهشت، صحرای بهشت در نظرم تنگ آید. ولی خواهرای امان‌الله دخترای بیبی آیسه نرز میدانند که بیبی رابعه گفتن ما یک عمل داشتیم. خدا رحمتش کنه همین بیبی رابعه که به نام همین رابعه ادویه نامگذاری شده بود، انا همین روز 16 شعبان است. در همیشه جمع آورده است و همون شب رو با ذکر سلام قولا من رب الرحیم. ولی بزرگان قرآن میخوندن بالای همین آیت 3 بار تکرار میکردن. ما خیال میکردیم که گم کرده که لقمه میدادیم نمیفهمیدیم ماهیت این گپه، یعنی که سلام قولا من رب الرحیم. اونا طلب دیدار دارند. از رابعه پرسیدن عاشقی چیست؟ شما میگویید که ما عاشقیم. شخص پرسید که عاشقی چیست؟ گفتم که شما شوی بدانید. اونا عاشقی خدا بودند. برای همین دنیا را ترک از دنیا و جیفتون و طالبها کلابی، شوهر نکرده این دنیا را ترک بود. و امروز ما سر قبر او ایستادگی هستیم. ولی اونجا در یاد بودی حسن بصری رحمت الله علیه هم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مرده نیستن اونایی که در راه خدا کشته شدن. آیا سلمان فارس مرده است؟ نه. آیا عمر رضی الله عنه مرده است؟ نه. آیا رابعه مامامان مرده است؟ نه. میگوید که اونایی که در میدان جنگ مردند کو از اینا در میگه اینها فضیلتشون کلانه است. غازی که پی شهادت اندر تک و پوست، غافل که شهید عشق فاضل تر از اوست. در روز قیامت بدان کی ماند این کشته دشمن است آن کشته دوست.